برادران عزیز، خواهران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس امروزی ما و شما انشاءالله تعالی آخری درس ما و شما در 14 کلید اعتقادی هست که 14 کلید قرآن شناسی. در درس 29 هستیم که باقی مانده کلید 14 هم که نواقص ایمان است. ما و شما در درس‌های گذشته خواندیم درس 29 هم نواقص ایمان. بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما در درس‌های قبلی خواندیم که یکی نواقص ایمان است که به معنای شکننده های ایمان که ایمان کاملا از بین میبرن و مشکنانه، و یکی هم نواقص ایمان است که ایمان ناقص میکنن، ضعیف میسازه، ولی مرتکب از دایره ایمان خارج نمیشه. و این نواقص ایمان سه قسم میگن علما که یکی کفر اصغر است، یکی شرک اصغر است و یکی نفاق اصغر. قبلا ما شما خواندیم که نواقص ایمان کفر اکبر بود، شرک اکبر بود، نفاق اکبر بود، لکن در مقابل از اوی سه اصطلاح دیگه هست که یکی کفر اصغر است و یکی شرک اصغر است و یکی نفاق اصغر. کفر اصغر علما چه قسم تعریف میکنن؟ اونا میگن که و هو ما لا یناقض اصل ایمان. میگن کفر اصغری است که اصل ایمان ناقض نمیکنه، بل ینقصه و یضعفه، بلکه او را ناقص میکنه و ضعیف میسازش. ولا یسلب صاحبه صفت الاسلام و حسانته، و سلب نمیکنه امی ناقص کننده صاحبه و صاحبش صفت اسلام و حسانتش. و هو المشهور عند العلماء بقولهم کفر دون کفر. این علما کفر دون کفر میگن، یعنی کفری که پایانتر از کفر است. و این کفر اصغر که است، این چی است؟ گناهان عملی است که نصوص شرعی بالای آن کلمه کفر استعمال نموده ولی به اندازه کفر اکبر نرسیده باشه. کفر اصغر چی رو میگن؟ که در نصوص وقتی که ما شما میخواییم در بعضی از احادیث روایات بر از او کفر استعمال شده، ولی این سبب چیز نمیشه، از ایمان انسان نمیکشه. خیلی چرا کلمه کفر بر از استعمال شده؟ والله اعلم کلمه کفر بر از به خاطر از که گناه ازی است، گناه کبیره کدام بزرگ است، یعنی نزدیک از به کفر خادم از دین نمیکشه. مثلا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله رضی الله عنه میگه که برای من رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع گفت استنصت الناس، مردم خاموش بساز، یعنی مردم بگو که آرام باشن، ما میخوایم گپ بزنم. ثم قال لا ترجعوا بعدی کفارا، بعد از ما کافر نشین، یضرب بعضکم رقاب بعض، که بعض دیگه‌تان گردن بعض دیگه‌تان رو بزنید. یعنی شما مسلمان ها بعد از ما کافر نشین که یکی دیگه‌تان مثلا بکشید. حدیث متفق علیه، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم ایره روایت کردن. پس این سعی کنین کلمه کفار استعمال شده، لا ترجعوا بعدی کفارا، شما بعد از ما کافر نشین. لکن آیا اگر یک مسلمان با مسلمان دیگه می جنگه کافر میشه؟ کافر نمیشن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما در آیات قرآنی دیگه هم داریم که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طایفه از مؤمنان قتال کردن فاصلحوا بینهم، شما در بین از اینا اصلاح بکنید. پس از این معلوم میشه که جنگیدن کسی خو یا کسی را کشتن این خود گناه کبیره هست. برای چرا کافر استعمال شده؟ به خاطر از اینکه این کفر اصغر است. چرا کفر برش استعمال شده؟ به خاطر از اینکه گناهش از کبیره کده بزرگتر است، بسیار خطرناک است، آدم نزدیک یعنی مقدمات کفر است. انواع کفر اصغر کدام چیزا است؟ کفر اصغر مثلا اول کفران نعمت است. مثلا یک نفر به یک نعمت الله متعال یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اکثرهم الکافرون. بسیاری کساس میگن
نعمتهای الله را میفهمن لکن بازور انکار میکنن. اینمی که یک نفر از نعمتهای الله انکار میکنه، این کفر چی است؟ این کفران نعمت است. پس این کفر اصغر است. کفر را حکم نمودن مطابق خواهشات نفسانی. ما شما خواندیم که این در حالت است که یک حاکم اصل امو شریعت الله را تغییر نداده. حاکم شریعت الله را تغییر نداده. شریعت نافذ است، حکم الله نافذ است. ما حاکم کلش مطابق شریعت الله حکم میگن، مثل که در خلافت خلفای راشدین، اموی ها، عباسی ها، در اینا شریعت الله تطبیق میشد. اما کدام وقت امی قاضی یا امی وزیر یا کدام خود خلیفه مطابق خواهش نفسی خود در بعضی از مسائل مطابق حکم الله حکم نمیکنه. مثلا در قضیه است زمین یک کسی را میگیره یا خودش یک گناه شخصی صغیره یا کبیره میکنه. پس اینمی کاره که یک عالم چی میگه؟ ان یحکم فی قضیه معینه بغیر ما انزل الله. این مثلا این حاکم در یک قضیه معین بغیر از حکم الله حکم میکنه. اینا کدام حالت دارن؟ مثلا شریعت نافذ است، حکم الله نافذ است، این حاکم تغییر نداده. اینالی حاکم مطابق خواسته نفس خود در یک قضیه بغیر از منزل الله حکم میکنه. اینالی علما چی میگن؟ میگن فیکون کفرا اذا اعتقد انه احسن من حکم الشرع او مماثل الله. اگر امی حاکم در وقتی که امی حکم میکنه اون تو عقیده کنه که این حکم من که بغیر از منزل الله هست یا از شریعت کنه بهتر است یا مثل شریعت است، در این صورت این کفر مخرج از ملت میشه، این کافر میشه که از ملت خارج میشه. و یکون فسقا اذا کان لهوا فی نفس الحاکم. اما اگر به خاطر یک خواهش نفسی یا غلبه نفسی از یک حاکم این کار کرده باشه، در این صورت فسق می باشه. و یکون ظلما و ظلم می باشه اذا اراد مضرة المحکوم علیه. وقتی که ضرر رساندن به محکوم علیه میخواه ضرر برسانه. این یعنی عبارتی که عالم بزرگوار ایرت گفته است، این در حقیقت امو 3 آیت قرآنی را بر ما و شما که در 3 آیت قرآنی هست، در یکیش گفته که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اینا اینجا 3 کلمه را گفته، کافر گفته، چی گفته؟ فاسق گفته و ظالم گفته. اینا امی چه وقت کافر میشه؟ میگه وقتی که عقیده بکنه که حکم من از حکم منزل الله کرده بهتر است یا مثل زواره است. در این صورت چون مسئله عقیده شد، این بویا حکم من از حکم شریعت کرده بهتر است، در اینجا این انسان کافر میشه که از ملت و از دین خارج میشه. اما اگر این شخص به خاطر خواسته نفس خود این کار میکنه و عقیده نمیکنه که از او کرده بهتر است، میگه من گناهگار هستم، ملامت هستم، در این میجه از پیش من خلاص شد، عوض که من مطابق شریعت الله حکم بکنم، مطابق خواسته نفس خود این حکم کردم، در این صورت این فاولئک هم الفاسقون داخل میشه. و سوم حالت چی است که اگر حکم میکنه که این حکم به خاطر شهوتش نیست، میخواد بر یک نفر ضرر برسانه، مال از او رو بگیره بر یک نفر دیگه بده، زمین از او رو بگیره بر کس دیگه بده، بخواد بر از او محکوم علیه ضرر برسانه، در این صورت این حاکم، این قاضی، این رهبر چی است؟ ظالم گفته میشه. پس اینی حالتی که حالا ما شما سرش بحث میکنیم، این فقط بسیاری کسان نمیفهمن. در این مسئله اصل گپ ما شما گفتیم در کجا آمد؟ از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و در زمان خلفای راشدین و در زمان خلفای اموی و در زمان خلفای عباسی، در این 4 عصر شریعت کاملا نافذ بود، کاملا شریعت الله.
حال اگر کدام حاکم در کدام قسمت، یعنی خلفا عباسی و اموی و خلفای راشدین، اینا شریعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده بود حکم قرآن و سنت تغییر نداده. از این خاطر هیچ کسی در مقابل از قیام نمیکرد، نمیخیست. چرا؟ به خاطر از اینکه شریعت نافذ است، حکم نافذ است. حالا اگه یک نفر در زیر چتر شریعت، چی حاکم باشه، چی قاضی باشه، چی وزیر باشه، چی خود خلیفه باشه، چی انسان عادی باشه، گناه میکنه، این گناهش مربوط به خودش میشه و گناه شخصی میشه. اما خطرناک چه وقت آمد؟ وقتی که خلافت عباسی ها سقوط کرد و هولاکو آمد، چنگیزی ها آمدن، شریعت وضو کردن بیخی، ایوازش قانون چنگیز آوردن. این مسئله که هر حاکمی که مطابق حکم چنگیز حکم میکرد، این کافر شد. از این خاطر علامه ابن تیمیه رحمه الله و علامه ابن کثیر رحمه الله در این عصر بودن، بعد از سقوط خلافت عباسی ها، اینا کتابای ابن تیمیه و کتابای ابن کثیر و همچنان کتابای ابن قیم جوزی و علمایی که بعد از اینا به وقت آمدن، اینا باز دیدن که خود شریعت الله را این حاکم از بین برد. مثل که حال در عصر دموکراسی در یک مملکت وقتی که شریعت وضو میکنه، ایوازش قانون دیگه دموکراسی نمیاد. یا مثلا کمونیستا وقتی که در افغانستان آمدن، شریعت گفتن وضو باشه، ایواز شریعت چی باید حاکم باشه؟ اینجا ایواز شریعت مثلا نظام سوسیالیسم. پس شریعت که وضو کرد، اینجا مشکل در خود حاکم پیدا میشه و خود حاکم کافر میشه، به خاطر از اینکه حکم شریعت وضو کردی، قانون دیگر کار چرا آوردی؟ همون چهار حالت است که ما شما قبلا می‌خوانیم دوست. این کفر اصغر در کدام حالت است؟ در صورتی که مثلا یک حاکم اصل شریعت الله را تغییر نداده، بلکه شریعت تطبیق میشه در محاکم، در دفاتر، در کل جای، در خود نظام، ولی بعضی اوقات باز خود از این شخصا یک اشتباه میکنه، غلطی میکنه، گناه میکنه، در اونجا هست. بسیاری کسایی این مسئله رو نمیفهمن و فکر میکنه که کل می حاکما و علما قسم است به این شکل است. سوم از کفر اصغر چی است؟ قسم نمودن به غیر از نام الله. مثلا در حدیث شریف است: من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو كما قال. یعنی یک نفر مثلا قسم میخوره به غیر از ملت اسلام، مثلا بایوز به نام الله قسم بخوره، به یک چیز دیگه قسم میخوره، اینولی بسیار یک گپ خطرناک است. آلی کافر میشه؟ نه خیر، کفرش کفر اصغر است، یعنی از ملت خارج نمیکنه. جنگیدن با برادر مسلمان، پیشتر ما شما گفتیم که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. آلی گفتن طایفه مسلمان ها اگر با هم قتال میکنن، اصلاح در بینشان بگیرید. پس در این آیت قرآن نگفت که یکی از اینا کافر است، گفت و این طائفتان من المؤمنین، دو طرف مسلمان است، این طرف مسلمان است، در بینشان اختلاف میشه، جنگ میکنن. الله متعال میگه که شما در بینشان اصلاح بکنید. اما در حدیث وقتی که ما شما میگیم، در حدیث شریف میگه سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. این میگه خدای حدیث پر این کفر گفته، ما شما میگیم که نه، این کفر چون گناه کبیره هست، این کفر اصغر است، کفر دون کفر است. برای این نفر این کافر گفته نمیشه. متوجه هستین چرا کافر خیلی گفته؟ به خاطر از اینکه این گناهش بسیار بلند است، خطرناک است، نزدیک کفر است، اما آدم از دایره دین خارج نمیکنه. پنجمیش جنگ در نسب، نیاحت نمودن بالای متوفا. مثلا در حدیث شریف ما شما می‌خوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اثنتان فی الناس هما بهم کفر. دو چیز در بین مردم است که این برشان کفر است. چی هستن؟ الطعن فی النسب، در نسب یک نفر بد گفتن، که مثلا تو نسبت خراب است، نسبت خوبش نیست، تو فارسی زبان هستی، تو پشتو زبان هستی، تو عرب هستی، تو عجم هستی. این قسم در نسب‌های مردم بد گفتن که مثلا قوم شما خراب است، فلانی هست. یا و نیاحت المیت، یا نیاحت در بالای متوفا. اینا مثلا این هم رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که هما بهم کفر یا کفر است. مثلا نیاحت در میت چی است؟ مثلا بسیاری کساست که مثلا در میت نیاحت سر روی خود کردن و چیر زدن و مثلا یخن خود پاره کردن و مردم جمع شدن، نان خوردن در خانه متوفا. اینا بسیار کارها هستن. این روز شوجمه گرفتن، روچل گرفتن، اینا کلش در نیاحت داخل میشه. بدعت نیاحت. اینجا خب از اینا کلمه کفر استعمال کردن، نامه که بله اینجا گفتن کفر به خاطر از این بسیار عمل زشت است، از این خاطر گناهش بزرگ است، از خاطر کلمه کفر استعمال شد. اما این نفر
کافری که از ملت خارج شده و مسلمان گفته بشن نیست. انتصاب به غیر پدر، در حدیث شریف آمده که فمن رغب عن ابیه فهو کفر، کسی که از پدر خود مثلا رویگردانی بکنه او کفر است. یعنی برای کسی که میره معرفی بکنه نام پدر خدا نمیگه، یا کسی دیگر بیخی به دیگه کس خدا نسبت میده. این کلمه کفر برش استعمال شده. گناهش بسیار بزرگ است، به خاطر از اینکه این نسب خدا چی کرد؟ تغییر داد. اما این کافر نمیشه، این کفر اصغر است. دیگه مثلا خانم ها که گفتن اوریت النار فاذا اکثر اهلها النساء، رسول الله صلی الله علیه و میگه من دوزخ دیدم، خدا دوزخ دیدم که اکثریت دوزخی ها خانم ها هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اوریت النار، بر من آتش نشان داده شد، دوزخ، فاذا اکثر اهلها النساء، اکثریت اهل همین دوزخ کی است؟ خانم ها هستند. چرا؟ یکفرن، و اینا کافر میشن. اینجا کفر چی مانه؟ کفران نعمت میکنن. قیل برش گفته شده رسول الله صلی الله علیه و یکفرن بالله، آیا این خانم ها که اکثر شد دوزخی هستند یا با الله کافر میشن؟ قال یکفرن العشیر، نه اینا کفر به الله نمیکنن، کفر به شوهر میکنن. کفر به شوهر چی قسم میکنن؟ که مثلا شوهرش وقتی که امکانات اقتصادی داشته باشه و مال داشته باشه و پیسه داشته باشه و برای بسیار خوشحال است، حالا میمانی است و حالا پایوازی فلانیگه کس حالا فلانی است، باز اگر یک روز اقتصادش ضعیف شد، مشکلات پیدا کرد، بازی خانم دیگه باز برای شوهر خود چی میکنه؟ توی هیچ برای من نیکی نکردی، در زندگیت یک پیران خوبش برای من آوردی، در زندگی یک کلمه خوب برای من نگفتی، در زندگیت من خیر ندیدی. اینا تمام زحمات از رو که تمام روز رفته جوالی و از بالا سودا پشت کرده و آورده و خانه و ایره چی کرده و اولادایش هست، کل از این کفر. اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا به خاطر این کفران همسرای خود ناسپاسی اینا اهل دوزخ میشن. پس این جهان کلمه کفر استعمال شده، چون این گناهشان بسیار گناه بزرگ است. همون کافره که از دین خارج شده، از ملت خارج شده نیست، گناهکار است، اما کافر چیز نمیشه. خب قسم دوم شرک اصغر است. یک کفر اصغر بود، قسم دوم شرک اصغر است. شرک اصغر چیز هو كل ما كان ذریعه الى الشرك الاکبر و وسیله للوقوع فیه. شرک اصغر چی است؟ هر چیزی که وسیله به شرک اکبر شود و وسیله شود بر واقع شدن در آن. او ما جاء في النصوص تسمیته شرکا ولم يصل الى حد الاکبر، یا در نصوص ایره شرک گفته، در نصوص شرک گفته لکن به شرک اکبر نمیرسه. و هو یقع فی هیئت العمل و اقوال اللسان، این به شکل عملی می باشه یا در زبان بعضی گپا رو میگه. پس ایناله برای شرک استعمال شده، لکن این شرک اکبر نیست، شرک اصغر است، یعنی خرد است، کوچک است، آدم از دین خارج نمیکنه. خب آل اقسام شرک اصغر چه قسم است؟ میگه شرک اصغر که 3 قسم است، یا زبانی می باشه، یا فعلی و عملی می باشه، یا مخفی و پوشیده می باشه. شرک اصغر با الفاظ یا قول زبانی چه قسم است؟ مثلا یک کس قسم میخوره بغیر از نام الله. من حلف بغیر الله فقد اشرک. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر کسی بغیر از نام الله قسم خورد این شرک کرد. حالا یک نفر مثلا بسیاری کساس میگه بسرت قسم و مادرت قسم و مخلومی قسم، حالیش مشرک شد، میگه نه این شرک اصغر است، ایره از دین خارج نمیکنه. اما چرا خیلی شرک؟ به خاطر گناهش بسیار از گناه کبیره کردن بلند است، اینقدر خطرناک است. از این خاطر برای شرک استعمال کرد که شما این کار نکنید. اما اگر یک نفر کرد این باز در شرک داخل نمیشه، مشرک نمیشه، از اسلام میره بیرون نمیکنه. چرا شرک اکبر ما شما خانه که انسان کافر میسازه، از دایره دین خارج میکنه.
گفتن ما شاء الله و شئت. قال رجل للنبی صلی الله علیه و سلم، یک نفر به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما شاء الله و شئت، اگر تو الله بخوای، اگر تو الله بخوای این کار ان شاء الله میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت جعلت لله ندا، برای الله شریک خواستی؟ ما شاء الله وحده، و هو چیزی که الله به یگانگی خود بخواد. من چرا شریک کردی این کار که اگر الله تو بخوای؟ پس اینمی کلمه را که ای گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو به الله نه شریک آوردی، آری کافر شد؟ نه خیر. به خاطر چی؟ به خاطر که این کلمه سخت راش استعمال کرد، اما این شرک اصغر است، این از دایره اسلام خارج نمیکنه، اما اشتباه کرد. از این خاطر وقتی که ما گپ میزنیم برای کس میگیم که اگر الله بخواید ما شاء الله، آنچه که الله خواست، خلاص فقط به الله میگیم چیزی که ان شاء الله بخواید. دیگه گفتن لولا الله و فلان. بعضی کسان میگن که اگر الله و تو نمیبودین، این هم شرک اصغر است، چرا مخلوق که الله نزدیک ساخت اما از دین خارج نمیشه. بسیار گپ خطرناک گفته. لولا و فلان، اگر الله و فلان نمیگه، نگویم، بگویم که اگر الله این کار نمیکرد و بعد از این شما، بعد از الله باز اگر همکاری شما نمیبود، همین مشکل شاید پیدا میشه. از این خاطر اما اگر کسی میگه اگر الله و فلانی، پس ایره که الله ایره چی کرده؟ بخی ندو شریک ساخته. اما شرک اکبر نیست، شرک اصغر است. راجع ساختن بعضی از اوضاع به اشخاص، مثلا یک حادثه میشه ولی ای به خاطر فلانی شخص شد، ای به خاطر فلانی شخص شد. حالا بسیار وقت شما ایده باشین یک کسی میبره در مورد از یک شمالک میشه، الله این فلانی مرد، کل دنیا را باد برد. در وقت جنازه پسر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شد؟ خسوف یا کسوف، یا آفتاب گرفتگی یا مهتاب گرفتگی، والله اعلم کدام توش شد. مردم گفتن که این بچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات، آفتاب گرفته شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشون گفت که ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته. آفتاب و مهتاب ای به خاطر مردن کسی یا به زندگی کسی ای کسوف نمیکنه. این یک حادثه است که به قدرت الله میشه. فاذا رأیتم، وقتی که دیدین، فصلوا و الله، نماز بخوانید و به الله دعا بکنید که این دور شد. اما این به خاطر بچه ما نشده، به خاطر مرگ کس نمیشه. یک امریکایی مسلمان شده، دیگه گفتن چرا مسلمان شدی؟ گفت ما به خاطر صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت وقتی که در مورد بچه ازیه حادثه شد، اگر یک کس دیگه می بود از این بسیار استفاده بزرگ میکرد که های نسه که وقت در مورد بچه ما تو شد، خدا در مورد من چی گپا شد؟ میگه صدا صادقانه گفت که این با بچه ما هیچ تعلق نداره. چون انسان های دروغگویی ببینی که یک کم مثلا کسی میمونه یا کسی بار شمال میشه یا باران میشه یا برف میشه، باز میگه نه فلانی مرد، در موردش زمین و آسمان گریان کرد. این کلمات شرک اصغر است. دیگه چی است؟ پنجمی شرک اصغر، راجع ساختن بعض حوادث به طبیعت. مثلا و اما من قال بنوع کذا و کذا فذلک کافر بی و مؤمن بالکواکب. مثلا باران میشه، یک کسی میگه که ستاره ها این کار کرد، این باران ستاره کرد. این حالا اگر کسی این نسبت میده به ستاره، مثلا بسیاری که اساس والا ستاره تو آفتابی است، ستاره تو آتشی است، ستاره تو خاکی است، بسیاری حادثات زمینه به ستاره ها نسبت میدن. اینی رو میگه که فذلک کافر بی، کسی که نسبت میده به سیاره، به ستاره ها که این ستاره باران یا این ستاره چی که الله رسول الله صلی الله علیه و حدیث قدسی میگه که این شخص کافر شد به من و مؤمن بالکوکب، ایمان به ستاره. آیا این شخص کافر شد از دین اسلام برآمد؟ والا ما میگن نخیر. با اینمی گفتن خود این بسیار گناهی از کبیره که بزرگ کرده
که این شرک اصغر است، اما از دایره اسلام خارج نمیشه. نسبت حوادث به اسباب ظاهری، مثلا بعضی کسان میگن اگر فلان شخص نمی بود ما هلاک میشدیم. این نسبت یک کار به شخص میده، این هم شرک اصغر است. اگر قسمت تو می بود مرگ تو، شخص هیچ کار کرده نمیتونست، نامده بود مرگ تو، یک گپ باران شد و این چیز نشد. دیگر دشنام دادن و زمان و امثال الله متعال میگه یؤذین ابن آدم، اولادی آدم برای ضرر میرسانه، اذیت میرسانه. یسب الدهر، زمانه را دشنام میدن. و انا الدهر بید الامر، اینمی دهر خو مربوط ما هست، اهمی زمان خو ما اقلب اللیل و النهار، ما شب و روز تغییر میدم، این خو بر تصرف ما هست. بنابراین ای که زمانه را دشنام میده مرا اذیت میرسانه. آیا این شخصی که زمانه را دشنام میده این گناه چیست؟ این شرک اصغر کرد، لکن از دین خارج شد نخیر. چرا؟ به خاطر ازی که این شخص چی کرد؟ این شرک اصغر کرد. دیگر از اصطلاحاتی که به شرک اصغر انسان مبتلا میسازه بعضی الفاظ ناجایز است. مثلا السلام علی الله، رسول الله گفت لا تقولوا السلام علی الله، بر الله سلام نگویید، فان الله هو السلام، خود الله که است، هو السلام، الله سلامت کننده است، خود جگرها را سلامت نگه می‌دارد. پس بر الله سلام نگویید. السلام علی بر رسول الله صلی الله علیه و یک مسلمان دیگه که الله را سلامت داشته باشه، خود الله دیگر را سلامتی میده. گفتن الله مغفر لی ان شئت، این هم اصطلاح بیادبی است. یا الله مرا ببخش اگر خواستی. لا یقولن احدکم الله اللهم اغفر لی اللهم ارحمنی ان شئت، این گفت نگویید که اگر خواستی مرا ببخش، اگر خواستی مرا رحم کن. لیعزم المسئله فانه لا مکره له، همین موضوع خود بسیار جدی بگوید، به خاطر هیچ کس سر الله کدام فشار آورده نمیتونه. پس باید که الله مغفر یا الله مرا ببخش یا الله مرا رحم کن. اما اگر خواستید داخلش زیاد نکنید. دیگه از الفاظی که بسیار بد است، زشت است، چی است؟ قسم نمودن به این که الله فلانی رو نمیبخشه. مثلا قسم میخوره والله نمیبخشه. ان رجلا قال، یک ده حدیث شریف است، یک شخص گفت والله لا یغفر الله لفلان، قسم از الله که الله فلانی نمیبخشد. و ان الله تعالی قال من ذا الذی یتعلی علی، یکی است که خدا بر من سوگند میخوره و خدا از من که بالا چی میکنه؟ ان لا اغفر لفلان، که من فلانی نبخشم. فانی قد غفرت لفلان و احبطت عملک، مگر بخشیدم گناه تو را، اعمال تو را باطل کردم. یعنی انسان سر الله تهمت نکنه که قسم بخوره که الله را نمیبخشه. خواتم مسدود است، میشه یک نفر گناهکار باشه داخل توبهش الله قبول بکنه و توبه از دروازه توبه بسته نیست. دیگه چرا باید این گپا بزنی؟ چیز گفتن اگر، خود اینمی اگر گفتن که است، این هم یک دروازه شرک باز میکنه و شرک اصغر است. اگر این کار نمیکردن آتا نمیشد، اگر فلانی جای نمیرفتی این کار نمیشد. این صفات منافقین بود. منافقین چی میگفتن؟ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. این منافقین برای مجاهدین چی میگفتن؟ میگفتن اگر فلانی و جهاد نمیرفت کتمون میشیشت، خودشان کشیشته بودن. دیگه لو اطاعونا، اگر اینا از ما اطاعت میکردن، ما قتلوا، یعنی اگر از ما اطاعت میکردن یا کشته نمیشدن. این چی شد؟ این یکی از کلمات بسیار خطرناک است که بسیاری کسان اگر زیاد استعمال میکنه که اگر فلانی کار میشد باز چطور میشد؟ والا اگر فلانی جای خانه رو نمیگرفتیم میبود نفر کشته نمیشد. والا اگر فلانی جای نمیشیدیم. اینی اگر این هم انسان و شرک چی میکنن؟ مبتلا میکنن، لکن شرک اصغر. نوع دوم شرک اصغر با افعال است. مثلا یک نفر به زبان نمیگه، بعضی کارها رو میکنه که او رو به شرک مبتلا میکنه، لکن آیا شرک که از دین رو بیرون میکنن؟ نه، شرک اصغر است، گناه کبیره هست. مثلا آویزان نمودن تمیمه و ودعه. تمیمه چی هست؟
مثلا بعضی کسا سنگک اویزان میکنه، چوب اویزان میکنه و موره اویزان میکنه و مثلا چشم موره اویزان میکنه در گردن خود، در گردن در خمشتکای خود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من علق تمیمه فلا اتم الله له. کسی که تمیمه کرد، و در حدیث دیگه میگه که من علق تمیمه فقط اشتر، کسی که تمیمه اویزان کرد، این چی است؟ این در شرک مبتلا هست. آیا شرک مخرج از ملت است که از دین نیست؟ این کار زشت کرد، گناه کبیره کرد، از گناه کبیره هم کرده، این گناه زیاد است، لکن شرک است، لکن شرک است. اویزان نمودن تولد چی میگه؟ تولد بعضی چیزاست، بعضی خانم ها میگیرن اویزان میکنن به خاطر که شوهرایشان بسیار دوست داشته باشن. شیء یصنعه النساء یتحببن الی ازواجهن، چیزی است که خانم ها او را انجام میدن، خرموره و مثلا مهرموره و این یپا، اینا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم که ان الرقا و التمائم و التولت من الشرک، یا کلش از چی هستن؟ از شرک هستن. همین خانم در شرک مبتلا شد، لکن آیا شرکش از دین کشید؟ نه خیر، این شرک اصغر است. آویزان نبودن رتیمه چی بود؟ یک قسم تارا را میرفتن از بت‌ها و از قبرها میگرفتن، باز در گردن‌های خود آویزان میکردن، در گردن خود. او فی الید فی الجاهلیه. چرا میگه تار آویزان میکنه؟ میگه فی یعنی ضرر از ما دور میکنن. متوجه هست؟ این هم در شرک اصغر است. بعضی از انگشترها و حلقا و چوریها و دستبندایی بود که یا به قصد یکی ما را شفا میده، این هم در شرک اصغر داخل میشه. اما به خاطر آرایش که میکنن اون نیست، بعضی چیزایی است که به خاطر از این گوندوا دست خود قراره که ما را از فلانی چیزا نگاه میکنن. دیگر نامگذاری به نامهای شرکی، مثلا کسی نام شرکی را سر خود میمانه، این هم در شرک مبتلا میشه، لکن این از دایره دین خارج نمیکنه. مثلا یک نفر نام خود مثلا چی میمانه؟ عبدالشمس میمانه، بنده شمس. عبدالمطلب، بنده مطلب، این نام شرکی هست. عبدالمحمد، عبدالحسین، عبدالفقیر، این تو نه بنده محمد صلی الله علیه و سلم، مثلا نه بنده حسین هستی. عبدالشمس بنده آفتاب، عبدالکعبه بنده کعبه. یعنی کلش نام های چی است؟ نام هایی است که انسان در شرک مبتلا میکنه، لکن شرک اصغر است که ایره از چیز خارج نمیکنه. دیگه سوم قسم شرک چی است؟ شرک پوشیده هست، دور آدم بچهش نمینه. اون چی میگن؟ ریا میگن. فهو عمل الصالحات یرید مدح الناس و ثناءهم. این ریا چی هست؟ این شرک خفی هست، انسان از دایره ایمان خارج نمیکنه، لکن شرک است. ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. رسول الله صلی الله علیه و آله از شما بسیار که میترسم شرک اصغر است. گفتم یا رسول الله شرک اصغر چیست؟ قال الریا، ریاکاری هست. مثلا اگر نفر یک عمل به خاطر الله میکنه، لکن میخواد که مردم بازی رو توصیف بکنه، خدا به مردم نشان بده، اینی شرک اصغر است. دیگه سمعه هست. سمعه چی هست؟ هی العمل لاسماع الناس، یک کار میکنن تا که مردم بشنون و بازوردی توصیف بکنن. قسم سوم یکی شرک اصغر بود، یکی کفر اصغر بود، دوم شرک اصغر بود. این قسم سوم نفاق اصغر است. نفاق اصغر کدام میگن؟ یکی خود نفاق اکبر بود، یک نفر ظاهرا میگه ما مسلمان هستیم و در قلب خود کافر بود، این نفاق اکبر بود. نفاق اصغر چی است؟ که برش کلمه نفاق یا منافق استعمال شده، منافق یا نفاق برش استعمال شده، لکن او این از دایره دین خارج نمیکنه. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که آیت المنافقی ثلاث، آیت منافق سه است. اذا حدث کذب، وقتی که گپ میزنه دروغ میگه. پس کسی که دروغ میگه این علامت نفاق پیدا میشه. آیا از دین خارج میشه؟ نمیشه، چرا دروغ گفتن گناه هست. و اذا وعد اخلف، وقتی که وعده میته علامت منافق دومی چی است؟ و اذا وعد اخلف، وقتی که وعده میته باز خلاف وعده خود میکنه. و اذا اؤتمن خان، وقتی که پیشلیش یک برش یک امانت بانی که این چیز مرا نگاه کو، این کالاگاکای من در خانه تا برای یک هفته باشه، دیگر است که میگه واه کالاگاکای تا پوشیده چرکشام کرده، این امانت خیانت میکنه.
پس این 3 علامت از منافق است. در گپ زدن دروغ میگه، در وعده خلاف میکنه. مثلا برای یک وعده میته که برو باز من این سودا را بخر، باز من پیسیش برات میتم، باز وقتی که آمدی باز پیسیش نمیتم. و اذا تو من خانه وقتی که برش امانت گذاشتی که این پیسه که پیش امانت باشه، ضرورت از باشه. دیگه از که میگه تکت کش کرده چه شد والا فلانی شد تو کردم فلانی رو تو کردم. آیا اینه می کار اینجا رسول الله هم گفت که آیت المنافقی ثلاثن، علامت منافق 3 تا این کار کرد، دروغ هم گفت، وعده خلافی هم کرد و امانت هم خیانت کرد. اما این علما میگن که این نفاق چی است؟ اصغر است، یعنی گناهکار شده اما از دایره ایمان خارج نمیشه. دوستای عزیز، اینمی بود آخری درس ما و شما که ما و شما در 14 کلید قرآن شناسی ایره خواندیم. اینال وظیفه شما شاگردای عزیز محترم اینمی هست که بعد از این ما و شما یکان درس تطبیقی ما براتون میگیرم که همین 14 کلید است از سوراخ‌های قرآن تطبیق میکنیم که قرآن درست بفهمیم. اینال شما وقتی که قرآن شریف میخوانین آیا میتونین تطبیق بکنین امیره؟ اگر تطبیق کرده تانستین واقعا شما چی هستین؟ شما واقعا مثلا ما براتون یک مثال میگم. ما و شما خواندیم 14 کلید قرآن شناسی. یک قرآن شریف اگر بیاری بر من، به شما قرآن شریف هست؟ راشد جان قرآن شریف داره؟ بله استاد به شما هستم. سوره فاتحه را باز بکنین، یعنی درس ما خلاص شد. ما یک درس چی براتون بکنم. مثلا ما شما 14 کلید خواندیم، 14 کلید قرآن شناسی را خواندیم. حال اینمی 14 کلید که ما شما خواندیم این حال عملی چه قسم در قرآن تطبیق میکنیم. این 14 کلید حال یادتان هست یا نه یادتان رفته؟ این حال این 14 کلید که یادتان است، مثلا ما شما میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. این حال بسم الله الرحمن الرحیم این چی هست؟ این در کدام کلید داخل میشن؟ در اسما و صفات الله، معرفی اسما و صفات الله. اسما و صفات الله یک اسم الله هست، الرحمن دیگه اسم الله هست، الرحیم نام دیگه الله هست. پس در اینجا ما شما یادداشت میگیریم که این توحید اسما و صفات است. الحمدلله رب العالمین. در الحمدلله رب العالمین، الحمدلله حمد که است این چی بود؟ توحید در عبادت زبانی. عبادت زبانی یکیش حمد بود، این الحمدلله. دوم در الحمدلله رب العالمین دیگر کدام کلید است؟ دیگر توحید اسماء و صفات است، چرا که یک اسم الله هست و دیگهش رب است. و سومی چیزی که در الحمدلله رب العالمین که 3 کلید اینجا تطبیق میشه. یکی توحید در حمد، دوم توحید در اسماء و صفات و سوم توحید ربوبیت. یعنی 3 چیزی داخل شد. الرحمن الرحیم چی است؟ توحید اسماء و صفات است. مالک یوم الدین هم توحید اسماء و صفات است، چرا مالک نام از نامهای الله هست. و دیگه چی هست؟ یوم الدین ایمان داشتن به روز آخرت است که این شامل داخل میشه در حاکمیت تشریعی اعتقادی یا نظام اعتقادی اسلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا صفات مؤمنین است، یعنی یکی از صفات موحدین چی است؟ که اینا همیشه عبادت تخصیص میدن به الله و دعا میکنن که الله ما را توفیق نصیب بکنه. و ایاک نستعین این توحید استعانت هم است و صفت از صفت. پس ایاک نعبدو توحید عبادت،
ایاک نستعین توحید استعانت و ایاک نعبد و ایاک نستعین همچنان این در صفات موحدین هست. صفات موحدین چی است؟ که یک انسان موحد همیشه به الله میگه که ایاک نعبد و خاص تو را عبادت میکنم و ایاک نستعین و فقط از تو کمک میخوایم. این دو صفت از صفات اهل توحید شد. اولش صفت چی بود؟ ایاک نعبد. و صفت دومش چی بود؟ و ایاک نستعین. صفت سومش چی است؟ اهدنا الصراط المستقیم. انسان‌های مؤمن موحد همیشه این دعاها رو میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. دعا میکنن که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یعنی ما را به راه کسایی که بالایشان انعام شدن، نه بالای غضب شده ها و نه بالای و نه گمراه. دیگه در این سوره چی هست؟ مغضوب علیهم صفت دشمنای توحید است. ولا الضالین چی هست؟ صفت دشمنای توحید است. یعنی به شکل شما در هر سوره مبارکه اینمی قسم 14 کلیده در اینجا تطبیق میکنیم.